پدر سریع متوجه شدم که من هم در خانه نقشی داشتم. وظیفه‌ام سرگرم کردن، مسخره بازی درآوردن، شاد کردن، خنداندن بقیه، آرام کردن جو، راضی کردن و ملیجک دربار شدن بود. حتی وقتی یک بخش کامل از بدنم را از دست دادم، در واقع مخصوصاً آن موقع با فنوباربیتول در پیشینه‌ام که استفاده از آن مانند خاطراتم از چهره پدرم داشت محو می‌شد، با سرعت به سمت نوپایی رفتم و یاد گرفتم که چطور قیم خودم باشم. وقتی در مهد کودک بودم، بچه کودنی دستم را لای در گذاشت و بعد از اینکه جهش‌های با شدت خون که عین فشفشه بیرون می‌زد بند آمد، یک نفر به عقلش رسید که پانسمانش کند و من را به بیمارستان ببرد. آنجا مشخص شد که من واقعاً نوک انگشت وسطم را از دست داده بودم. با مادرم تماس گرفتند که سریع خودش را به بیمارستان برساند. حق کنان رسید که قابل درک بود و دید من با یک پانسمان گنده روی دستم روی تخت بیمارستان نشستم. قبل از اینکه بتواند دهانش را باز کند گفتم لازم نیست گریه کنی، من گریه نکردم. آن موقع همین طوری بودم، اجرا کننده، مردم راضی کن. کی می‌داند، شاید حتی برای خوب منتقل کردن دیالوگم ادای قیافه شوکه و یک خورده چندلر بینگ را درآوردم. حتی در 3 سالگی یاد گرفته بودم که باید مرد خانه باشم. باید از مادرم مراقبت می‌کردم، گرچه انگشتم تازه قطع شده بود. فکر کنم در 30 روزگی یاد گرفته بودم که اگر گریه کنم بیهوشم می‌کنند. برای همین بهتر بود گریه نکنم. یا اینکه می‌دانستم باید مطمئن شوم همه از جمله مادرم احساس امنیت و خوشی کنند. انگار این جمله دیالوگی محشر برای نوپایی مثل من بود که مثل رئیس‌ها روی تخت بیمارستان بیان کند. چیز زیادی تغییر نکرده است. اگر تا خرخره به من اکسیکانتین بدهید، حس می‌کنم از من مراقبت شده و وقتی حس کنم از من مراقبت شده، می‌توانم از بقیه مراقبت کنم. از خودگذشتگی کنم و به درد کسی بخورم. اما بدون مواد حس می‌کنم شلپ شلوپ می‌ریزم در دریای پوچی. این البته یعنی برای من کاملاً غیر ممکن است که در رابطه‌ای مفید باشم یا حضور داشته باشم، چون فقط دارم سعی می‌کنم برسم به دقیقه بعدی، ساعت بعدی، روز بعدی. حس ناخوشایند ترس را دارم، حس تند و تیز نالایق بودن. کافی است ذره‌ای از این دارو، قطره‌ای از آن دارو به من برسد. آن وقت سرحال می‌شوم. وقتی مواد زدی و بالایی، طعم هیچ چیز را حس نمی‌کنی. آن ایام قبل از حملات 11 سپتامبر به بچه‌ها و بزرگسال‌های کنجکاو در هواپیما گاهی اجازه می‌دادند که به کابین خلبان نگاهی بیندازند. وقتی من حدوداً 9 سالم بود، من را به کابین بردند. آنقدر از دیدن خلبان و آن همه دکمه و اطلاعات مسحور شده بودم که برای اولین بار در آن 6 سال یادم رفت دستم را در جیبم کنم. هیچ وقت نشانش نداده بودم. خیلی خجالت می‌کشیدم. اما خلبان متوجه شد و گفت بده دستت رو ببینم. شرمنده دستم را نشانش دادم. بعد گفت بیا اینجا رو ببین. از قرار معلوم او هم دقیقاً همان بخش از انگشت میانی دست راستش را از دست داده بود. مردی آنجا بود که خلبان هواپیمای به این بزرگی بود و می‌دانست تمام آن دکمه‌ها کارشان چیست و همه چیز را راجع به کابین خلبان می‌دانست، ولی بخشی از انگشتش را مثل من از دست داده بود. از آن روز به بعد هیچ وقت دستم را پنهان نکردم. راستش چون آن همه سال سیگار می‌کشیدم، خیلی ها دستم را می‌دیدند و از من می‌پرسیدند چه اتفاقی افتاده است. حداقل یک شوخی بامزه از این اتفاق ساختم تا سالها شکوه و گله می‌کردم که از وقتی نصف انگشت وسطم را از دست داده بودم فقط می‌توانستم به مردم بگویم برین گم
ممکن بود پدر یا 10 تا انگشت کامل نداشته باشم، اما حتی آن موقع هم ذهنی تیز می داشتم و حاضر جواب می بودم. این را ترکیب کنید با مادری که خیلی پرمشغله و مهم بود و او هم ذهنی تیز داشت و حاضر جواب بود. خب، گاهی با کمال میل برای مادرم درباره کم توجهی سخنرانی می کردم و بگذارید فقط بگویم که آنقدرها خوب پیش نمی رفت. اینجا مهم است که اشاره کنم هر چقدر هم به من توجه می شد برایم کافی نبود. هر کاری مادرم میکرد هیچ وقت کافی نبود. تازه فراموش نکنیم که مادرم داشت بار 2 نفر را به دوش میکشید، در حالی که پدر عزیزم مشغول دست و پنج نرم کردن با مشکلات درونی و رویاهایش در لس آنجلس بود. سوزان پری به لحاظ حرفه‌ای نام پدرم را حفظ کرد. اساساً الیسون جنی سریال وست وینگ بود، متخصص ماسمالی. او مدیر رسانه‌ای پیر ترودو بود که در آن زمان نخست وزیر کانادا و در کل آدمی دائم السفر بود. در روزنامه تورنتو استار عکسی از 2 نفرشان چاپ شده بود که زیرش نوشته بود مدیر رسانه‌ای. سوزان پری برای یکی از پرآوازه‌ترین مردان کانادا نخست وزیر پیر ترودو کار می‌کند، اما سوزان تنها با ظاهر شدن کنار او خودش به شخصه دارد سریعا تبدیل به آدم مشهوری می‌شود. تصور کنید تنها با ایستادن کنار پیر ترودو آدم مشهوری شده اید. ترودو نخست وزیری خوشمشرب و معاشرتی بود که زمانی با باربارا استرایسند، کیم کترال، مارگو کیدر دوست بود. سفیرش در واشنگتن یک بار شکوه و شکایت کرد که زمانی نه 1 بلکه 3 تا از دوست دخترانش را به شام دعوت کرده بود. برای همین چنین مرد زنبازی به ماسمالی کردن زیادی احتیاج داشت. بنابراین کار مادرم به این معنا بود که خیلی بابت کارش خانه نباشد و من میماندم و رقابت با نگرانی‌های مداوم دموکراسی غربی و رهبر کاریزماتیک و شمشیربازش. اگر اندکی توجه می‌خواستم، فکر کنم آن زمان به بچه‌ای مثل من می‌گفتند فرزند کلیددار، واژه‌ای بی‌مزه که معنایش تنها ماندن در خانه بود. بر همین اساس یاد گرفتم با مزه باشم. سوتی‌ها و شوخی‌های فیزیکی، جوک‌های 1 خطی، خودتان می‌دانید دیگر. چون مجبور بودم. مادرم به خاطر کار پر استرسش همیشه استرس داشت و همین طوری هم زیادی احساساتی و رها شده بود و خنده‌دار بودن من معمولاً آنقدری آرامش می‌کرد که می‌توانست غذا درست کند، پشت میز شام کنارم بنشیند و به حرف‌هایم گوش دهد. البته بعد از اینکه من به حرف‌هایش گوش می‌دادم، اما او را به خاطر شاغل بودن مقصر نمی‌دانم. 1 نفر باید نانآور خانه می‌شد. فقط به این معنا بود که مدت زمان زیادی تنها می‌ماندم، چون اصطلاح تنها فرزند را بد شنیده بودم. اشتباهی به همه می‌گفتم فرزند تنها هستم. خلاصه من پسری با ذهن تیز و زبانی از آن هم تند و تیزتر بودم، اما همانطور که گفتم مادرم هم تیزهوش و حاضر جواب بود. تعجبی ندارد که به کی رفتم. کلی با هم جر و بحث می کردیم و همیشه آخرین حرف را من می زدم. یک بار روی پله ها داشتم با او جر و بحث می کردم. مادرم باعث شد بیشترین خشم ممکن در زندگیم را احساس کنم. 12 سالم بود. آدم که نمیتواند مادرش را کتک بزند. برای همین خشمم درونی شد. درست مانند وقتی که بزرگسال شدم. دست کم آنقدر شرافت داشتم که الکلی و معتاد شوم، ولی دیگران را مقصر ندانم. همیشه احساس رهاشدگی کردم. آنقدر زیاد که همیشه وقتی هواپیمایی از بالای خانه‌مان در اتاوا رد می‌شد، از مادربزرگم می‌پرسیدم مادرم توی اون هواپیماه؟ چون همیشه نگران بودم که نکند درست مثل پدرم ناپدید شود، که هرگز نشد. مادرم زیباست. ستاره هر اتاقی بود که واردش می‌شد و قطعاً دلیل بامزه بودنم اوست. مدام داشتم پدرم را از دست می‌دادم.
مدام من را دم مرز پیاده می‌کردند. غرش رودخانه نیاگارا تا ابد در گوشم بود و حتی یک دوز فنوباربیتول هم نمی‌توانست خفه‌اش کند. مادربزرگم نازم می‌کرد. برایم بطری نوشابه رژیمی باز می‌کرد. آن طعم محو رازیانه و اندکی شیرین بیان جوانه‌های چشایم را با فقدان پر می‌کرد. پدر واقعیم هم هر یکشنبه زنگ می‌زد که این خوب بود. بعد از اتمام دوره‌اش با سرندیپیتی سینگرز مهارت‌های اجرایش را تبدیل به بازیگری کرد. ابتدا در نیویورک، سپس در هالیوود. گرچه او از آن آدم‌هایی بود که به آنها معمولاً می‌گفتند مرد سفر، داشت تقریباً پیوسته کار می‌کرد و در نهایت چهره تبلیغاتی برند اولد اسپایس شد. چهره‌اش را بیشتر از اینکه در واقعیت ببینم، اغلب در تلویزیون یا مجله می‌دیدم. شاید به خاطر همین بازیگر شدم. چجور مردی آهنگ الد اسپایس رو با سوت میزنه؟ اون بابایی منه. این دیالوگ یکی از آگهی‌های سال 1986 است که پسر بچه بلوندی با مدل موی کاسه‌ای دستانش را دور گردن بابای واقعی‌ام می‌اندازد و بیان می‌کند. زن خندان بلوندش هم با صدای آهنگین می‌گوید شوهر همه چیز تموم من. و گرچه به نوعی شوخی بود، هیچ وقت به نظرم خنده‌دار نبود. میتونین روش حساب کنین. اون یه دوسته. سپس وقتی آنقدر زمان گذشته بود که دیگر بعید به نظر میرسید، تابلوی دور گردنم انداختند که رویش نوشته بود کودک بدون همراه و داشتن میبردنم به فرودگاه تا به لس آنجلس بروم. هر بار او را آنجا میدیدم. دوباره از اول پی می‌بردم که پدرم با جذبه، بامزه، جذاب و فوق‌العاده خوش‌تیپ است. همه چیز تمام بود. حتی در آن سن و سال هم از چیزهایی که نمی‌توانستم داشته باشم خوشم می‌آمد. اما لب کلام این بود: پدرم قهرمان زندگیم بود. در واقع او ابرقهرمانم بود. هر بار که برای پیاده‌روی می‌رفتیم، می‌گفتم تو سوپرمن من باش و من بتمن میشم. روانشناس باهوشی ممکن است بگوید ما به جای متیو و بابا بودن نقش بازی می کردیم، چون نقش‌های واقعیمان برایم زیادی پیچیده و گیج کننده بود. اما من عمراً نمی توانستم حرفی در این باره بزنم. وقتی دوباره به کانادا برمیگشتم، تصویر چهرهش و بوی آپارتمانش با گذشت ماه‌ها کم کم محو می‌شد. سپس بار دیگر تولدم می‌شد و مادرم هر کاری از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد تا نبود پدرم را جبران کند. وقتی هم که کیک بیش از حد بزرگ پر از شمع‌های در حال آب شدن از راه می‌رسید، هر سال یک چیز آرزو می‌کردم. در ذهنم با خود زمزمه می‌کردم که آرزو می‌کنم پدر و مادرم برگردند پیش همدیگر. شاید اگر زندگی خانوادگیم پایدارتر بود، یا پدرم کنارم بود، یا اگر سوپرمن من نبود، یا اگر من ذهن و زبان تند و تیز نداشتم، یا اگر پیر ترودو، همیشه خدا اینقدر احساس معذب بودن نمی‌کردم. احساس خوشبختی می‌کردم. نوشابه رژیمی هم به جای اینکه ضروری باشد خوشمزه بود. تمام طول عمرم بدون داروی مناسب همیشه خدا معذب بودم و راجع به مسائل عشق و عاشقی بیش از حد داغون بودم. به نقل از رندی نیومن بزرگ کلی دوا و دارو نیازه تا بتونم وانمود کنم یه نفر دیگه ام. فکر کنم من فقط اینطوری نبودم. سلام، سوزان اونجاست؟ بله، میشه بپرسم باید به مامانم بگم کی زنگ زده؟ پیرم. وقتی تلفن زنگ خورد من و مامانم وسط بهترین روز عمرمان با همدیگر بودیم. تمام روز بازی کرده بودیم. حتی مونوپولی هم بازی کرده بودیم. اما چون فقط 2 نفر بودیم خیلی سخت بود و بعد شب که شد با تلویزیون کوچکمان انیحال نگاه کردیم و از ته دل به خانه وودی آلن زیر ترن هوایی خندیدیم. شوخی‌های جنسی و روابط را نمی‌فهمیدم، ولی حتی در 8 سالگی هم می‌توانستم کمدی اسنیف کردن نوعی پودر سفید $2000 را درک کنم. این خاطره کاملا محبوب دوران کودکیم است. نشستن کنار مامان و فیلم تماشا کردن.
اما حالا نخست‌وزیر کانادا پشت خط بود. برای همین قرار بود دوباره مامانم را از دست بدهم. وقتی گوشی را گرفت، لحن حرفه‌ای و ماسمالی‌کنش را شنیدم. صدای یک آدم دیگر، صدای سوزان پری، نه صدای مامانم. تلویزیون را خاموش کردم و به تخت خواب رفتم. خودم رفتم زیر پتو و هنوز بدون نیاز به باربیتورات با ناراحتی خوابیدم تا اینکه نور صبحگاهی از پنجره اتاق خوابم در اتاوا به داخل آمد. شاید داشت گریه می‌کرد، چون ما همیشه در حال نقل مکان بودیم. مونترال، اتاوا، تورنتو. گرچه من بیشتر دوران کودکیم را در اتاوا بودم، مدت زیادی را هم تنها گذراندم. پرستار بچه داشتم، اما هیچ وقت زیاد طول نمی‌کشید. برای همین فقط آنها را به فهرست افرادی که رهایم کرده بودند اضافه می‌کردم. تنها به بامزه و تند و تیز و حاضر جواب بودن ادامه دادم، فقط برای اینکه زنده بمانم. مادرم با ایستادن کنار پیر ترودو و زیبا جلوه کردن بلافاصله تبدیل شد به آدمی مشهور. آنقدر مشهور که موقعیت شغلی مجریگری اخبار ملی برای تلویزیون گلوبال تورنتو به او پیشنهاد شد. چه فرصتی! این شغلی بود که نمیتوانست رد کند. کارش هم خوب بود، تا اینکه یک روز قرار شد بانوی شایسته‌ای را تبلیغ کنند. مادرم گفت مطمئنم هممون میچسبیم به اون موضوع. دیالوگ خنده‌داری بود و یک جورهای غیرواقعی که داشت از دهان برنده بانوی شایسته میآمد. اما مادرم آن شب اخراج شد. از نقل مکان به تورنتو خوشحال نبودم. اولا من را اصلا در پروسه تصمیم گیری دخالت ندادند. ثانیاً دوباره دیگر دوستانم را نمیدیدم. مادرم 9 ماهه باردار هم بود. تا آن زمان با مجری برنامه صبحگاهی کانادا AM کیس موریسون ازدواج کرده بود. بله، او همان مجری موقشنگ برنامه دیتلاین NBC. حتی قرار بود کسی که در مراسم عروسی دست مادرم را در دست شوهرش میگذارد من باشم، که انتخاب عجیبی بود، هم استعاری هم واقعی. اما مدتی نگذشت که صاحب خواهر زیبایی شدم. کیتلین بی‌نهایت بانمک بود و بلافاصله عاشقش شدم. اما حالا خانواده‌ای داشت اطرافم بزرگ می‌شد، خانواده‌ای که واقعا احساس نمی‌کردم عضوی از آن هستم. حول و حوش همین دوران بود که آگاهانه تصمیم گرفتم به جهنم. هر آدمی باید به فکر خودش باشد. همان موقع بود که رفتار بد شروع شد. نمرات افتضاحی گرفتم. شروع کردم به سیگار کشیدن. پسر پیر، یعنی جاستین ترودو، که خودش بعدها نخست وزیر شد، را کتک زدم. وقتی مسئول ارتش کشور شد، تصمیم گرفتم به دعوایم با او خاتمه دهم. تصمیم گرفتم در مغزم زندگی کنم، نه در قلبم. در مغزم امن‌تر بود. آنجا نمیتوانستی بشکنی، حداقل نه هنوز. تغییر کردم. حاضر جوابیم هویدا شد و هیچ کس به قلبم نزدیک نمیشد. هیچ کس. 10 سالم بود. سال 7 مدرسه برگشتیم به اتاوا، جایی که با آن تعلق داشتیم. کم کم داشتم قدرت خنداندن مردم را حس می‌کردم. در کالج اشبری، دبیرستان پسرانه هم در اتاوا. علاوه بر اینکه دلقک کلاس بودم، به نحوی توانستم نقش رکهم، سریع‌ترین مرد غرب را در نمایشی به نام مرگ و زندگی اسنیکی فیچ به دست بیاورم که معلم هنرهای نمایشی مدرسه گرگ سیمپسون روی پرده برده بود و عاشقش شدم. خنداندن آدم‌ها برایم همه چیز بود. موج کوچکی که تبدیل به موجی بزرگ می‌شد. تمام آن والدینی که وانمود می‌کردند علاقه‌مند به ماجراجویی بچه‌هایشان هستند، تا اینکه بوم، آن پسر پری واقعاً باعث خنداندن مردم شد. از بین تمام مخدرها آن یکی هنوز اثرگذارترین است. حداقل وقتی پای شادی بخشیدن به من وسط می‌آید. ستاره نمایش زندگی و مرگ اسنیکی فیچ بودن به ویژه برایم مهم بود، چون چیزی به من داد که در آن بدرخشم. عمیقاً برایم مهم بود غریبه‌ها درباره‌ام چه فکری می‌کنند. هنوز هم هست. در واقع یکی از تار و پودهای اساسی زندگیم است. یادم است به مادرم التماس کردم که حیاط پشتی را آبی رنگ کند تا مسافران هواپیما که از آسمان به حیاطمان نگاه می‌کنند فکر کنند استخر داریم. شاید کودکی بدون همراه آن بالا بود که می‌توانست به پایین نگاه کند و با دیدنش احساس آرامش کند. گرچه حالا برادر بزرگتر بودم، بچه بد خانواده نیز بودم. 1 سال قبل از کریسمس تمام کمدها را زیر و رو کردم تا ببینم کادوهایم چه بودند.
پول هم می‌دزدیدم. بیشتر و بیشتر سیگار می‌کشیدم و نمراتم بدتر و بدتر می‌شد. یک بار معلم‌ها صندلی‌ام را رو به دیوار عقب کلاس گذاشتند. چون زیادی حرف می‌زدم و تمام وقتم را به خنداندن آدم‌ها می‌گذراندم. یکی از معلم‌ها دکتر وب گفت اگر این رفتارت رو تغییر ندی هیچ وقت به جایی نمی‌رسی. آیا اعتراف کنم که وقتی عکس جلد مجله پیپل شدم یک جلد برای دکتر وب فرستادم که یادداشت رویش نوشته بود فکر کنم اشتباه کردی. نه بابا، خیلی گستاخی است. این کار را کردم. جبران نمرات افتضاح هم این بود که نقش اول تمام نمایش‌های مدرسه باشم و در مسابقات تنیس کشوری رتبه کسب کنم. وقتی 4 ساله بودم پدربزرگم به من تنیس یاد داد و تا 8 سالگی می توانستم شکستش بدهم. اما تا 10 سالگی صبر کردم. هر روز 8 تا 10 ساعت تمرین می کردم و ساعتها با بکبورد هم کار می کردم. وانمود می کردم جیمی کانرزم. مسابقه و تورنمنت برگزار می کردم. هر ضربه‌ای که من می زدم کانرز بود. وقتی تخته توپ را برمیگرداند جان مک اونرو بود. توپ را جلوتر از بدنم می‌زدم، با پشت راکت ضربه می‌زدم، راکت را می‌انداختم پشتم، انگار که دارم می‌گذارمش در کوله پشتیم. فکر می‌کردم بیشک روزی می‌آید که قدم در زمین ویمبلدون می‌گذارم. جذاب و فروتن در پاسخ به هواداران دو آتشم سر تکان دهم. خودم را برای 5 دست بازی با مک اونرو گرم کنم. صبورانه منتظر بمانم وقتی دارد با داور اوقات تلخ انگلیسی جر و بحث می‌کند، بعد با ضربه‌ای زاویه‌ای پشت دست برنده تورنمنت شوم. سپس جام طلا را می‌بوسم و جرعه‌ای از بارلی واتر رابینسون می‌نوشم. نوشیدنی آنقدر متفاوت از نوشابه دکتر پپر که واقعا عاشقش می‌شوم. مطمئناً آن موقع می‌توانم توجه مادرم را کسب کنم. فینال مسابقات ویمبلدون 1982 که جیمی کانرز با اختلاف کم جان مک‌اونری به شدت محبوب را شکست داد، مسابقه مورد علاقه من در کل تاریخ است. جیمی بعد از این پیروزی روی جلد مجله اسپورتس ایلاستریتد رفت که قابش گرفتم و تا امروز روی دیوار اتاقم نصب است. من او بودم یا او من بود. در هر حال از آن روز هر دوی ما پیروز شدیم. برای مسابقات واقعی در دنیای واقعی در باشگاه تنیس راکی کلیفلند در اتاوا بازی می‌کردم. در باشگاه باید تماما سفید می‌پوشیدی. در یک برهه‌ای بیرون باشگاه تابلویی نصب کردند که رویش نوشته بود فقط سفیدها، تا اینکه یک نفر به ذهنش رسید که ممکن است باعث شود مردم بد برداشت کنند. تابلو سریعاً به فقط لباس سفیدها تغییر کرد که همه این قضیه را فراموش کردند. 8 زمین بازی وجود داشت که اکثرا سالمندان در آن بازی می‌کردند. تمام روز در باشگاه منتظر می‌ماندم تا یک نفر نیاید و به نفر چهارمی نیاز پیدا کنند و من بتوانم وارد بازی شوم. سالمندان عاشقم بودند چون می‌توانستم به تمام توپ‌ها برسم. ولی اخلاق تندی هم داشتم. راکتم را پرت می‌کردم، فحش می‌دادم و کل قاطی می‌کردم و اگر داشتم بدجور شکست می‌خوردم شروع می‌کردم به گریه کردن. این معمولا باعث می‌شد برای بردن با قدرت بیشتری برگردم. 1 ست عقب می‌افتادم. 5 1 عقب 40 هیچ عقب گریه می‌کردم. بعد بازی سوم می‌آمدم تا برنده شوم. کل این مدت را گریه می‌کردم ولی با خودم فکر می‌کردم برنده میشم. میدونم برنده میشم. برنده شدن برای بقیه اینقدر مثل من حیاتی نبود. در 14 سالگی رتبه‌دار مسابقات کشوری کانادا بودم. اما آن سال شروع اتفاق دیگری نیز بود.